اون چیزی که گفتم انا همه چیز در حدیث ها و آیات های ربانی از آسمان نگرفتم از یگان جا نگرفتم من همه چیزی طلبات دین مؤمن اسلام زیاده روی نکنیم استفکاری نکنیم کسی که امکانیت اقتصادی و مالی دارد از حق کودکاش زیادتی دارد در عائله‌اش مشکلی ندارد اون کس هم زیادتی باشد میکند همراه با یتیمان معیوبان کمبیزاتان باید قربانی کرده تقسیم کنند امام خطیب نویه است امام خطیب پیش میکروفون بیا همین گفته هایی که من در نویه باختر برآمد کردم تاکید کردم نادرست است درست همش حاضر تاکید کردگی ما یگان جای نادرستی دارد هیچ جا نادرست نداره همش موافق گفتی شریعت اسلام است همین نویه در چند کس امکانیت قربانی کردن دارد یک 8-10% مردم امکانیت دارند امکانیت دارد با یتیما داریم معیوبا داریم کمبیزاتا داریم هیچ نباشد کسالخانه داریم که اونجا مریضا هستن مریضا آدمایی که وای هستن توابت میگیرن دیگر میرن اونجا میشد الله میره داملا وای کنین سروری کنین فهمونین مردم ما هر یک دیهات داریم اوله کمبیزات داریم یکی آدمایی کلانسال چون که اینجا قوت ندارد کار کردن نمیتونه نه مهنت کرده میتونه نه دیگر اونا را نگاه کنیم بسیار کاری ساو میشه بسیار کاری خیر میشه اگر هر یک فردی که امکانیت دارد با دست خودش کند بعد بینید چهره ای که اونه که یتیم است معیوب است مریض است کمبیزات است شما بینید که خودتون ثواب میکنید ثواب برای شما خودتون میگه برای اونه خودتون کاسه اعمال ترازو در بر میکشن میگوین کو هر یک مرد مومن هر یک فرد مومن و مسلمان در زندگیش کار ثواب و خیر میکنه در زندگیتون در زندگیمون یک جدا آب میبریم یک مکتب میسازیم راه میکنیم یک آدمی سریعتی گودکی یتیم سیله میکنیم یک کمبیزات همینجا در زندگی ما قدم دکار بعد یک مردیم رفتیم اونجا بعد هم ترازده میکشن دیگه بعد میم اون طرف حوالات به خدا کنیم جواب سوال تا میگوی اون چیزی که برای مایت برای مردگان میکنن غیر آیت قرآن دیگه یگان چی نمیرود هیچی دروازه محکم آیت قرآن کسی که میخواند هر روز میخواند هر روز 10 مرتبه میخواند میبخشد انا همون درک شده میشه دیگه یگان چی نه گاو کشتن نه شتر کشتن نه آش پختن دادن هیچ چیزی وای است یا نادرست گفتم بابا همش درست انا برای همین بسیار من خواهش میکنم که مردم دم شما هم راهنما باشید فهمونین راه درست فهمونین زیاده روی نکنیم استرف کاری نکنیم خب ناشکری عاقبت به بدبختی میآورد ناشکری نکنیم رزق ریزمون فراوان است امسال گرمترین دنیا ده سال بود سازمان ملل آن اعلان کرد که در دنیا در تاریخ انسانیت گرمترین سال در منطقه های دنیا خشکسالی بی‌آبی گرسنگی میلیون ها میمرن از گرسنگی بی‌آبی و دیگر ما شکرانه کردم اون از این نعمت هایی که خدای تعالی میگن که ما دوست زحمت کشیده معیام میکنیم زیاده روی نکنیم سلامت باشید ایدم رفته مسجد پگاه اید است مردم از نام ما تبریک گو تبریک نامه من این شب میرود لیکن با شما مردمی نوعی کوهستان مسجد تبریک کن البته سلامت باشی من سخن گفتم داشتم لیکن با این میکروفون که میسر شد پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت مردم کوهستان از شما بسیار منتدار هستند برای آنکه از همه چیز مهم برای ما تنجی و آسایشتگی مملکت است از همه نعمت بزرگ همین است ما همیشه شکر میکنیم که پروردگار رهبر خردمند برای ما عطا کرد و مملکت ما صلح شد آباد شد صاحب یافت ملت ما از ورطه هلاکت نجات یافت ما دیگه همه چیز آبادی ها را انشالله روز به روز مشاهده کردن میگیریم من مردم کوهستان این بنای نو که امروز در نزدش هستیم یک باره دل مردم زنده شد باز توجهشون زیادتر شد
برای آبادی کشور، برای آینده نیک کشور انشاءالله یعنی امید مردم زیاده تر شد. همیشه بعد از هر نماز ما دعای خیر میکنیم در حق شما، در حق تینجی مملکت، در حق خاندانتان، فرزندانتان دعا میکنیم که همیشه راهبر مردم تاجیکستان باشید. شما خانه کعبه در آمدید. اول چیزی که من اعضای شورای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان می باشم، در یک جلسه مفتی محترم گفتن که اولین چیزی که پیشوای ملت در درون خانه کعبه گفتن برای خلق، برای مملکت دعا کنید. ما گفتیم برای شما دعا کنیم. راهبر دولت گفتن که برای تینجی و آسایشتگی خلق دعا کنید. شما که در درون خانه کعبه برای ما، برای آبادی مملکت ما، برای هر یک فرد تاجیکستان دعا کردید، ما این چیز فراموش نمی کنیم. مشاهده کردیم، از تحت دل در هر نماز ما دعا میکنیم در حق شما و در حق خاندان و فرزندانتان، در حق تینجی و آسایشتی مملکتمان. اکستریمیزم، دهشت افکنی، این همه پدیده های نامطلوب ما مردم کوهستان مشهد محکوم میکنند. ما انشاءالله زیر سیاست خردمندانه و عدالت پیشه و رعیت پرورانی شما همیشه شکرگزاری همین دولت و همین مملکت و همین نعمت می باشیم. سلامت باشید بابای داماد، سلامت باشید. آدما کار دمیرن، فرزنداشون انتظار که پدرشون کار کردیسه روزخ روزشون میزنن. پیش با کار قبول کردن یا که از بعدی کار هم قبول کردن مهارت‌های معین، مثلا از معاینه طبی گذراندن. پس آدما کسایی کاری که در آنجا است، نه هر یک آدمی وای راست شگم، نه هر یک آدمی سالم قدرت و توانایی مثال در جای تگ زمین کار کردن را دارد. از جای بی‌خطری شما باید اینا را انتخاب کرده گیرین. میره آدمای وای نس خودت بچه سالم بعد در جای نگاه کرده دل دوام میگیره، کمتر بیشتر سرت چهار زده میره اونجا. همین است. انا بعضی کسایی هست که من در جای بلندی یا که در جای زیر زمین با دوا غلیظ بودگی پوزی معین این است. مثلا خودی همون جایی که مرکشی درو پرخود چیکورا کفشیرگارا من اما اونایی که در زیر زمین اونها طلباتای خودشون ندارن. ما باید شیر دادن مدکر، ما باید جلگا دادن مدکر. حالی وقتی اگر سپینای کاری وای باشد چه بگن که حاضر یک مهلت بگاهی حتی خوراکی وای نباشد یا جرگات یا یک چیز دیگر 2 ساعت هم باشد وای هم باشد ساعت‌های 8 باید کارگر استعمال کند. چون که اما با دوای غلیظ در پایان زیاد است، پیری نیست. چیگر با دوای تازه که نکنیم غلیظ است. نبیر دیان نکن. بعد شرایطی میاد پیش از همه غمی آدم خوردن نکن. آدم لباسا را وای میکنن، خورد و خوراک هم شرایط آشخانه را برقرار کردن که سفر هم. این در مدیه اول. بعد صفتی خوراک. قوت، انرژی صرف میکنن. شرکت ها بعضا هم خیلی وای دارن. گوره نظارت که همون دکور. یک نظارت چی کی است؟ اونها وای نمیتونه شما وظیفه فاخای کسبه وای است. شما حقوق و وکالت آنم. یک آدم اگر از یک اینوالید نشه، بین چقدر زیان اهلی اویل را بگو. اصلا ما مهم. و غمی آدم را بکنیم. کار کنیتون. برحال مبلغای کلام ما صرف کرده ایستادیم. کوشش کردم اون در کار که تمپی ساختمان وای باشد. سرعت کارهای ساختمانی با صفتی بلند، با صفتی بینی درجه علاوه کردم اون در کار. سلامت باشید. ما کوشش کردم مذاکره که در همین رویه مردم ما نورسا جوانان را تربیت کنیم. در سخنی با قلبمان وطنمان را دوست داریم، صدقاً دوست داریم. با مردم در پهلوی مردم ایستاده یک جای زحمت کشیم. آن نقشه های داریم که تا 30 سالگی برای تاجیکستان همش مسائل اجتماعی است. همش همو برای غمخواری در حق مردم تاجیکستان است. مردم تاجیکستان اکثریتش اعضای اتفاق کسبه است. راهشم، پولشم، کسبخانه‌شم، مکتبشم، کارخانه 3 سالیشم، دیگر مسائل آبادانی همش وابسته به بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم تاجیک، خلق تاجیک میشه. صدقاً وطنمون را دوست داریم، زحمت کشیم، آباد کنیم، نسل‌های جوان را
در روحیه وطندوستی و وطن پرستی و حسی بلندی ملی تربیه کنیم برای درست هدایت کرده زمام دولت داره بعد و با اونا سپاریم. میشه دولت آباد پیش رفته، میشه پرابلم هایی که داریم آهسته آهسته از بین میره. امروز شکرانه که ما را برابر کشورهای دیگر قریب 4 تشبوس بین المللی ما عملی شده ایستاده است در سطح جهانی. خب پیشنهادش حاضر میشناسند، احترام میگذارند. دو سال پس هم 30 سالگی است، هم بعضا چارابینی های دیگری بین المللی در تاجیکستان است. بسیار چارابینی های بزرگ تاریخی است. با شما سلامتی، موفقیت برای کار. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.